دوستان عزیز، زندگی فقط 3 روز است: دیروز، امروز و فردا. دیروز گذشت با تمام خوبی ها و بدی هایش و هرگز بر نمی گردد و تمام مصیبت هایی که دیروز برای تو رسیده بود او هم گذشت. رسول ما صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر به شما کدام مصیبتی رسید شما نگویید که لو انی فعلت کذا لکان کذا، اگر که من چنین میکردم چنان میشد. و روز دیگه ای که در این 3 روز وجود دارد فردا هست و فردا هنوز نیامده و ما هم خبر نداریم که فردا بالای زمین هستیم یا اینکه زیر زمین. الله متعال در قرآن عظیم الشأن می فرماید و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ نفسی خبر ندارد که فردا چی کاری را انجام می دهد و هیچ نفسی خبر ندارد که در کدام جای می میرد. دوستان عزیز، و در میان این روزها کدام روزی که در اختیار ما و شما هست او امروز است. پس تلاش بکنیم که امروز زحمت بکشیم، امروز تلاش بکنیم الله متعال را از خود راضی بسازیم، تعامل نیک با همراهی مردم داشته باشیم و این طور زندگی بکنیم که گویا که امروز آخرین روز زندگی من و شما هست. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.